خدا لعنت کنه، خدا نبخشد کسی رو که دوربین رو گذاشت رو موبایل، خدا نبخشد کسی که اینستاگرام رو اختراع کرد، فیسبوک رو اختراع کرد. زندگی بشر نابود شد. زندگی فقط تو گوشیه. نه موقع شام دیگه میشینن دوره هم صحبت میکنن، نه دیگه میرن بغل بچه میگیرن بخوابن براش کتاب داستان بخونن. بچه تو گوشی، پدر تو گوشی، اون تو گوشی. با فضای مجازی، با تکنولوژی، زندگی بشر از بین رفت. ما الان حالیمون نیست، بدنمون داغه. این حجم توهین، این حجم تحقیر، این حجم فحش، این حجم عصبانیت و این حجم خشم درونی نبود. جوونا راحت‌تر زندگی می‌کردن، محترم‌تر بود زندگی هامون. اینقدر همه چی خصوصی، الان اون روسریش میره عقب، تمام ایران راجبش حرف میزنن. آرزوی من اینه سوشال مدیا تمام بشه برای همیشه. خدا وکیلی اینو من دارم میگم، نه برای خودم، نه برای تو، برای نسل